خیره، هر کسی مقدار یک ذره اگر نیکی و احسان و جوانمردی کرده باشد میگیرد او را میبینه، و هر کسی مقدار یک مثقال اگر بدی کرده باشد البته که مجازات چه میگیره، مجازات میشود. امروز تو از قرآن میگریزی، فردا روز قیامت قرآن بگه خیبک الله، خداوند تر خار و ذلیلت بگردونه کما خیبتنی، همچنانه که تو نسبت ما به قدری کردی چیکار میکنی؟ در اخبار صحیح اومده است که حالت میشود که یک شخص را پیغمبر طلب شفاعت میکنه، از وقتی ببینش بیچاره را از موهای سرش کشان کشان به دوزخ میبرن، اما خداوند میگه ای حبیبی من، تو میدونی که خصم این قرآن است، این بی‌شرافت از ختم قرآن گریخت است، از مسجد شد. تو میدونی؟ حضرت میگه انا بریء منه، من از او بیزارم نباشه. امتی که ای قرآن بگریزه، قرآنی که معجزه همیشگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، قرآنی که افتخار تمام مسلمانان است، قرآنی که هر حرفش، هر کلمهش، هر آیتش معجزه پروردگار رحمان است. از این قرآن که بگریزی وای وای به حالت، وای وای به حالت، هیچ وقت از این دینت، از این آیینت سر بر نمیگیری. به یقین بدانه ولا یترک لکسل القوم، و این ختم قرآن به سبب تنبلی و کاهلی قوم هرگز ترک کرده نمیشود. یک زمان بود حقیقتا یک چند سال قبل در همین مسجد ما در 20-25 دقیقه تراویح میخوندن، تراویح خلاص میکردن. یک زمان بود که از 9 کیلومتر من میدونم که یک گروه در مارشروتکا برای آن که در اینجا در 20 دقیقه نماز تمام میشه به همین مسجد می اومدن. همین مردم تنبل و مردم متهم و مردم قرآن گریز ختم گریز می اومدن. اما الحمدلله سال سیوم است که در این مسجد ختم قرآن می رود و افتخار ما در آن است که از حصار و ریگر مردم از برای گوش کردن همین ختم قرآن ما به مسجد ما می آیند. از گرد اطراف جوان مردم هم همین مسجد می آیند، خواه 112 باشه و خواه کلیدین باشه و خواه نواباد باشه و خواه نمیدونم این قریه بالا و دیگر از اطراف مردم همین مسجد از برای ختم قرآن می آیند. از 65 میکروریان اکیپاژ ده ختم قرآن می آیند. انا این باعث افتخاری ما است. بخد بیای برادر عزیز، از کی میگریزه؟ تا قیامت میزند قرآن ندا، کی گروه جهل را گشته فدا، من کلام حقم و قائم بذات، قوت جان جان یا قوت زکات. تا روز قیامت قرآن نعره میزنه که این مردم ابلهی که از من میگریخته، آخه من کلام پروردگار شما هستم، من صفت خداوند شما هستم، قائم بذات پروردگار هستم، نور خورشیدم فتاده بر شما، لیک از خورشید ناگشته جدا. شما از رحمت خدا میگریزید، از مغفرت خدا میگریزید، پس وای به حال تو، وای به حال تو. هر کسی که در ماه شریف رمضان چند عبادت در یک وقت انجام میدهد، خوش و به حالش که این بنده صالح و دوستدار خداست. خوشا به حال کسی که کوشش میکند در ماه شریف رمضان بر زمین نماز روزه زکات مالش بپردازه. خوشا به حال کسی که در این ماه شریف رمضان ختم قرآن کند، یک ختم نه، اگر غیرت داشته باشد چند ختم قرآن کند. این همه فضل است، همه ثواب است، همه نعمت است، همه رحمت است. امام بخاری و امام مسلم از حضرت ابو هریره حدیثی را متفق علیه روایت میکنند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: من انفق زوجین فی سبیل الله نودی من ابواب الجنه یا عبد الله هذا خیر. هر کسی که در راه خدا دو عملی فریضه را انجام میده در یک وقت، دو کار خیر را در یک وقت میکند، از درهای جنت صداش میکنند. فردا روز قیامت از دروازه های جنت صداش میکنند، دربانهای جنت که ای عبدالله، ای بنده خدا، این راه بهتره، ای چه بیام، یعنی از دروازه ما بگذر.
فمن کان من اهل الصلاح دعی من باب الصلاح. پیغمبر میگه هر کسی اهل نماز باشه، 5 نماز به جماعت در مسجد بخونه، او از دروازه نماز صدا کرده می شود. جنت دری دارد با نام در صلات. و من کان من اهل الجهاد دعی من باب الجهاد. هر کسی اهل جهاد باشه، مجاهد راه حق باشه، خواه اون مجاهد جهاد شد به جان میکرده باشد، خواه به زبان میکرده باشد، خواه به مال میکرده باشد، او از در جهاد صدا میشود که ای بنده خدا، ای مجاهد، بیا راه تو ایجا است. و من کان من اهل الصیام دعی من باب الریان. هر کسی اهل روزه است، هر کسی اهل رمضان است، او را از دروازه سیام، دروازه از دروازه های جنت که نامش ریان است و این دروازه روزدارا است، صداش میکنن که بیا ای بنده روزدار، راهی تو این طرف است. و من کان من اهل الصدقه دعی من باب الصدقه. هر کسی از اهل صدقه است، خواه او زکات باشه، خواه صدقات نافله باشه، او را از دروازه صدقات دعوت میکنن که بیا از اینجا وارد شو. حضرت ابوبکر صدیق نشسته بود، یار غار پیغمبر صلی الله علیه و سلم، گفت بی ابی انت و امی یا رسول الله و هل یدعا احد من تلک الابواب کلها. گوی پیغمبر خدا، پدر و مادرم فدات شود، آیا شخصی هست در دنیا از امتان تو که یک باره از 8 در جنت صداش کنن؟ 8 در جنت صداش کنن که ای بنده خدا بیا از ما درو. حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود نعم و ارجو ان تکون منهم یا ابابکر. گفت بله ای ابوبکر. گفت من گمان دارم که تا از زمره همون جوان مردا هستی، تا از همون طایفه امتان من هستی که از 8 در جنت دربانها صدات میزنن که بیا از ما وارد شو. پس خوشا به حال کسی که ختم قرآن میگذرد در ماه شریف رمضان که از دروازه قرآن صداش میکنن ای بنده خدا بیا. پس در ماه شریف رمضان باید کوشش کنیم که همون طاعات و عبادات یک جایه و توأم انجام دهیم. فردا روز قیامت باعث سربلندی ما گردد، باعث نجات ما گردد، باعث به دست آوردن رحمت خدا، خوشنودی و رضای خدا گردد. پس این ماه عظیم است، ماه بزرگ است و ماه مبارک است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود این ماه مبارک است، ماهی است که در این ماه رزق و روزی بندگان خدا مؤمنان زاید میگردد، ماهی که جنگ و جدل در این ماه کم می شود، ماه پیروزی مسلمانان است. جنگ های بزرگ اسلام در ماه شریف رمضان شدیان و با غلبه مسلمانان انجام یافتیان. جنگ بدر در 17 رمضان واقع شده بود، با پیروزی مسلمانان انجام یافت. فتح مکه، ضبط شدن مکه از طرف مسلمانان در ماه شریف رمضان بود. شما ببینید این جوانمردی مسلمانان را شخصای روزدار در راه خدا با جهاد میکردند، غلبه میکردند، زیرا خدای تعالی درهای رحمت نصرت بروشان باز میکرد. این ماه شریف خیلی ماه مبارک است. در حدیث آمده است، امام بخاری روایت میکند از حضرت سهل بن سعد صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان فی الجنة 8 ابواب فیها باب یسمى ریان لا یدخله الا الصائمون. در جنت میگوید پیغمبر 8 دروازه هست. جنت 8 در دارد، یکی از درهاش با نام ریان معروف و مشهور است و از این دروازه فقط روزدارا وارد میشوند، غیر روزدارا به کسی اجازه ورود نیست. جای دیگر حدیثی متفق علیه است، بخاری و مسلم روایت میکنند، پیامبر شرح بیشتر داده است، میفرماید ان فی الجنة بابا یقال له ریان یدخل منه الصائمون یوم القیامه. در جنت در است میگه که گفته می شود به آن در ریان و از او در
روزدارای ماه شریف رمضان فردا روز قیامت داخل میگردند. لا يدخل معهم احد غیرهم، غیر روزدارا به کس اجازه داده نمیشه که از او در بدرویند. فقط روزدارای ماه شریف رمضان، فقط امت محمد صلی الله علیه و سلم روزداران آن، زیرا در این امت خودپناهای روزخیره هم بسیار بوده است. روزداران آن حق دارند که از این دروازه وارد گردند. یقال این الصائمون، این الصائمون شهر رمضان، صدا میشوه میگه دروازه را باز میکنن، دربان صدا میکنه که روزدارای ماه شریف رمضان کجا هستید، در کجا هم؟ فیدخلون منه فاذا دخل آخرهم اغلق، روزدارا یک از ابو دروازه به یگان تلتنبک به آرامی با آسودگی وارد جنت میگردند. وقتی که آخران روزدار در آمد دروازه را میبندند، دروازه محکم میشود. لا يدخل منه احد، دیگر به هیچ کس اجازه وارد شدن از او دروازه نیست. پس ببینه این چی ماهی مبارک است، چی ماهی فرخ است، چی ماهی بزرگ است. مبارکی ماه ببینه، قدر منزلت چه در پیش پروردگار ببینه که در این ماه شریف به امر خدا دروازه های جنت باز میگردند، دروازه های دوزخ بسته میشوند و شیاطین زنجیر پیچ میشوند. حدیث متفق علیه است، بخاری و مسلم روایت میکنند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه و غلقت ابواب النار و صفدت الشیاطین. یعنی وقتی که ماه شریف رمضان آمد به امر خداوند درهای جنت باز میشوند، درهای دوزخ بسته میشوند و شیطان ها زنجیر پیچ میگردند تا اینکه مسلمان ها را، بنده های خدا را در وسوسه نه اندازند. هر کسی که در این ماه شریف صدقاً روزه میگیره، صدقاً عبادت خدا را میکند، بوی جنت استشمام میکند. امام بیهقی در شعب الایمان روایت میکند از حضرت عبدالله ابن عمر که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود ان الجنه تزخرف لرمضان من رأس الحول الى حول قابل. پیغمبر گفته است به شک شبهه خدای تعالی هر سال برای ماه شریف رمضان جنت زینت میده، از ابتدای سال تا آخر سال. به خاطر ماه شریف، به خاطر آن که رمضان می آید، به پیشواز این ماه بزرگ جنت امر میکنه که زینت بتن به بهترین صورت ها، درهاش باز میکنه. فحبت ریح تحت العرش من ورق الجنه علی الحر العین، یک شمال میخیزه میگه به امر خدا از زیر عرش برگهای درختای جنت به لرزه میاره و همون بوی مسکننده را به دماغ حورها میرسونه. حور میدونه حمد نه؟ حور عین بسیار زنهای زیبایی هستند که خدای تعالی از برای مردای جنتی خلق شده کنه، از برای حورهای عین. همین شمال وقتی که به دماغشو میگه میرسد، چنان به وجد میآیند، چنان به شوق میآیند، دعا میکنند فیقولن یا ربی اجعل لنا من عبادک ازواجا. ای خدای بزرگ میگن از همون بندگان صالحت برای ما شوهر پیدا کن، شوهر جدا کن، ما را در نکاح بنده های صالح درآور، در نکاح بنده های صالحت ما را درآور. تقر بهم اعیوننا و تقر اعیونهم بنا، تا اینکه چشمای ما به دیدار اونا روشن شود و چشمهای اونا به دیدار ما. تصور کنید همون شمال وقتی که میخیزه، شخصی صالح و صالحه بوی جنت به مشامش میرسه، از بوی جنت مست میشود. اون مردایی که در راه خدا در ماه شریف رمضان دیگه ترک همه میکنن،
اعتکاف بشینن، از همین طایفه مردم هستن که در عشق خدا مست شدن، از بوی جنت اینا مست شدگی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در 10 روز آخر ماه شریف رمضان ترک دنیا، ترک زن، ترک خانه و در میکرد، در یک گوشه مسجد در اعتکاف میشیشت و در رمضان آخر حیاتش 20 روز نشست. حضرت جبریل هر رمضان یک بار قرآن در نزدش میگذرون، در رمضان آخر 2 بار گذرون. اینه یه شرف مجد ماه بزرگ رمضان. از این خاطر است که این ماه بسیار ماه مبارک است، ماه بزرگ است، ماهی که شیطان زنجیر پیچ شود. از این دیگه ماه مبارک بزرگ تصور کرده می شود. امام نسائی در سند خیش روایت میکند از حضرت عتبه ابن فرقد رضی الله عنه، صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم: سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول فی رمضان تفتح فیه ابواب السماء و تغلق فیه ابواب النار و یصفد فیه کل شیطان مرید. در ماه شریف رمضان پیغمبر خدا میگوید درهای جنت، درهای آسمان، درهای قبول دعا، درهای رحمت مغفرت خدا بر روی بندگان روزدار باز میشوند، درهای دوزخ بسته میشوند. شیطانهای مرید که بسیار قوی هیکل هستند، ضرر زیان اساسی به بندگان خدا، به مخلوقات یعنی به بشر، از همین شیطانهای مرید میرسد. این شیاطین جنها هم چند طایفه میشوند. در این حدیث آمده است که فقط شیطانهای از همه قوی هیکل‌تر بسته میشوند. و این پاسخ میشود به سؤال بعضی برادرها که مادام که در ماه شریف رمضان شیطانها زنجیر پیچ میشوند، پس این شیطنتی که ما میبینیم، این بی سعادتایی که روزخر هستند، این بی شرافتایی که از حرام و از زنا و از شراب نوشی حتی در ماه شریف رمضان باز نمی ایستند، اینو برای چی کار میکنن؟ شیطانها کو زنجیر پیچ بدیم، شیطانها کسی را در فتنه نمی انداختیم. یکی از جوابهای این سوال همین است که ببینید پیغمبر میگه که شیطانهای مرید یعنی شیطانهایی که میتوانند به انسان زیان و ضرر جسمانی رسانند بسیار قوی هیکل هستند، مثل غول، همونا زنجیر پیچ میشوند. واقعا در ماه شریف رمضان تاریخ یاد نداره که کسی به جنون و دیوانگی مبتلا شده باشد، زیرا شیطان‌ها زنجیر پیچ هستند همین مرید. اما با این خبر می آید که دیگر شیطان‌هایی که مرید نیستند، قوی هیکل نیستند، او جن‌ها و اجنه‌های میدهکش باقی میمونند، اونا همون فتنه و شیطنت چونه کردن میگیرند. از این خاطر است که بعضی‌ها بسته شیطنت اونا میگردند و از عبادت خدا رو میتابند. اما بعضی دیگر از محققا خاصتا صوفیه میگویند نه، تمام شیطان و زنجیر پیچ هستند، خواه مرید باشند خواه غیر مرید. و این عملهایی که از بعضی بندگان خدا میبینیم، از بعضی بنی بشر، از نفس پلید خود چه واقع میشود. به حد گناهکارن، به حد گناه زیاد دارن که دلها زنگار بسته است، دیگر حقیقت نمیپذیرد. اینا خودشون در مجموع شیطان شدیند. شیطان فقط جنی نمیشود، شیطان انسی هم میشود. یادتون باشه حدیث ابوذر غفاری را وقتی برات قصه میکردیم گفتیم که پیامبر گفت یا ابوذر تعوذ بالله من شر شیاطین الجن و شیاطین الانس. ای ابوذر گفت به خدای تعالی از شر شیطانهای هم جنی و هم انسی پناه طلب کن. من الجنة و الناس، شیاطین انسی هم میشوند. بعضا میبینی که شیطان انسی در مکر، در دسیسه و در حیله و نیرنگ از شیطان جینی هم میگذرونه خونه سوخته. این کارا زیادی نمیشود. شیخ عطار یک قصه دارد، حضرت بیان کرده است که آن یک شد پیش آن صاحب چیله، کرد از ابلیس بسیار گیله. یک شیخ بزرگ میگه در چیله نشسته بود است، اعتکاف نشسته بود است. بعد یک آدم پهلوش میآید در نزدش میشینه و از شیطان گیله میکنه. گفت ابلیس هم به تلبیس برد راه،
کردین بر من به طراری تباه. گفت حضرت شیخ هر قدر سعی کوشش میکنم همه خانه سوخته شیطان از راه میزنم. میخواهم که مسجد نماز دبرم با شیطنت قطع میگه که کاری دنیا برات مقدم تر است، بشی در سری سرخونی نوش نعمت بذار طعام نماز نمیگریزه. میخواهم روزه بگیرم، این شیطان ملعون وسوسه میدازه که این قدر نوش نعمت دنیا در هست خدای تعالی مال و ثروت داده است، چرا استعمال نمیکنی جان تقم میتی؟ بگذار روزه را کم بغلا بگیرن. میخواهم زکات مال ما بتم، میگه از او پوچکنده به تو چی فایده ای آخی؟ این محنت کردی، پول جمع کردی، در خدت صرفش که چون میکنی زکات مال میتی با دیگران؟ گفت ابلیس هم به تلبیس برد راه، کردین بر من به طراری تباه. شیخ گفتش ای جوان مردی عزیز، آمده بود پیش از این ابلیس نیست، مشتکی بود از تو و آزرده بود، خاک از جوری تو بر سر کرده بود. گفت رو درگور ای بدبخت. دینه گفت شیطان اومد پیشم، ای تو شکایت میکرد که روی ای درگور که هر گناهی میکنه در کلای من بزنه، من به 7 پشتی همی کار ندارم که این شیطانی میکنه و در سر من میزنه. از این کثافت ابله من گریزان شدگیم خدا میگریزم، به نمازای میترسم که مبادا غضب خدا بالای سر ما هم نیاید. لعنتی روز آخر میترسم که مبادا در غضب خدا گرفتار نشم، خداوند نسوزونم، اما این گناهشو بود کلای من میزنه. شیوه ابلیس از تلبیسی توست، در تو یک آرزو ابلیسی توست. ای برادر، در این ماه شریف رمضان شیطانی نکن که همون شیطانی حقیقی خودت هستی، همون آرزوهایی که در دل میپری